دنیا ابزار و هوش مصنوعی و کارهای خفن بلد باشی انجام بدی ولی نتونی ازش متفاوت خروجی بگیری، صادقانه میگم هیچ فایده ای نداره. سلام، امروز میخوایم در مورد همین نکته خیلی ساده صحبت بکنیم. آقا من همه هوش مصنوعی رو بلدم، همه ابزار رو بلدم، ولی چرا باز برم همون کاری که همه دارن انجام میدن و منم انجام بدم بشم همه به علاوه یک؟ رفقا اگه میخواین متفاوت دیده بشین، متفاوت کار بکنین، خلاق صداتون بکنن، متفاوت صداتون بکنن، باید کاری رو بکنین که بقیه نکردن یا تا یه مسیر رفتن ولش کردن. فرض میکنیم شما یه ایده خیلی خوب داری و دیدی یه کسی هم انجامش داده، 2 نفر دارن انجامش میدن، هی داره این بیشتر و بیشتر میشه، میگه آخ منم برم انجام بدم عقب نیفتم. بله برو انجامش بده ولی وایسا قبلش. از دور نگاه کن ببین خب این افرادی که دارن این کارو انجام میدن، اولا کی داره این کارو انجام میده، بعد ببین کی داره این کارو انجام میده، بعد ببین چه جوری داره حالا انجامش میده. این 3 تا پارامتر رو دقت بکنی تازه دستت میاد که آیا اون کارو تو هم باید انجام بدی یا نه. فرض میگیریم عادل فردوسی پور یه ایده به ذهنش زده، یه برنامه ساخته، تو هم اون ایده رو میبینی میگی او منم بذار برم انجامش بدم. وایسا، فردوسی پوره، هر ایده‌ای به ذهنش برسه، هر برنامه سازی بخواد انجام بده، یک قبلش فکر کرده، اینو میذاریم کنار، میریم سراغ برند خود فردوسی پور. این عادله، 50% مسیر رو رفت، هر اثری بیاد بیرون میگن کار عادله، ذهن پذیرفت، پس تا یه حدی دیده میشه. حالا از اینجا به بعدش نسبت به اون محتوا و حالا حرفی که داره گفته میشه و ایده و خلاقیتی که تو اون هستش دیگه طرف دنبالش میکنه ببینه بقیه‌اش آیا ادامه بده به دیدنش یا نه. واسه این میگم ببین کی اینو ساخته، این از این. بعد ببین کی ساخته شده، موضوع ترندیه، ایده ترندیه، میتونی الان موج سواری کنی یا نه. شاید ایده‌ای که داری میبینی مال 2 هفته پیش، 3 هفته پیشه که تموم شد، تاریخ انقضا داشت. آیا الان بری سراغش پیاده بکنی خواهان داره؟ 2 تا 4 تا بعد بکنی. ببینی اون موضوع روزی که اون لحظه طرف پخش کرده اون همه ترند شده و ویو خورده، الان هم کسی بسازتش تضمینی هست ویو بگیره یا تموم شد؟ خیلی از ویدیوهایی که الان داریم میبینیم همینه، یه موج سواری میشه، ترند میره بالا، میخوره زمین، تموم. روز از نو روزی از نو، های بگرد دنبال ایده جدید. و در نهایت چه جوری انجامش داده؟ میگم شما افکت های مختلف، ایده های مختلف، ابزار مختلف رو بلدی. حالا بیا ببین از این ابزار اون چه جوری استفاده کرده به اون نتیجه رسیده، تو چه جوری میتونی به اون نتیجه برسی با ابزاری که بلدی. فرض میگیریم یکی داره یه ویدیوی جذابی تولید میکنه، مثلا نمیدونم یه تیزر تبلیغاتی راجع به نایک ساخته، الان میاد میگی نایکی درسته، همون راجع به کفش یه ویدیویی ساخته. تو اون ویدیو رو نگاه میکنی میگه من اگه جای این بودم این کار رو انجام میدادم. همین رو انجام بده، متفاوتش کن. ولی به این نکته دقت بکن که این کاری که داری انجام میدی آیا میشی نسخه 2 همون طرف که داری کپیش میکنی یا نه. کلی از برنامه‌های مختلف خارجی رو میبینیم تو ایران بازسازی میکنن و میگیره، یه سری‌ها میسازن اصلا نمیگیره، میگن او این همون کپی فلانیه. موقعی جواب میده که تو بتونی بهش ارزش افزوده اضافه بکنی. درست گفتم؟ موقعی جواب میده که تو یک ارزش افزوده ایجاد بکنی. اوکی، حالا میخوای ایده‌ت رو پیاده بکنی، ابزار مختلفی یاد گرفتی. میگم مخصوصا تو دنیا AI الان که تقریبا رایگان میتونی ابزار رو یاد بگیری، نه اینکه رایگان استفاده بکنی، این دو تا رو قاطی نکنید. میتونی رایگان ابزار یاد بگیری ولی رایگان نمیتونی استفاده بکنی و خروجی که میخوای رو ایجاد بکنی. این از این. ابزار رو یاد گرفتی، حالا میشینی فکر میکنی من با این ابزاری که بلدم چی میتونم تولید کنم؟ برو بچرخ. اولیش برو دنبال منابع رو زیاد دنبال کنید بچه‌ها. این ور اون ور زیاد بگردید، ببینید کی داره چی کار میکنه، کی چی کار داره با اون ابزاری که بلده انجام میده، اون یکی چه جوری داره ویدیو میسازه، اون راجع به محصولش چی داره میگه، اون چه جوری پرزنتش میکنه. اینا رو که زیاد ببینید ذهنتون باز میشه، ایده های مختلف میاد تو مغزتون. چه میدونم طلا فروشی، یهو یه ایده به ذهنت میرسه از کسی که داره چه میدونم کره بادوم زمینی که زیاده، کره بادوم زمینی میفروشه، میگیری میگی خب من اینو با این ابزاری هم که بلدم اگر بیام تلفیق بکنم یه همچین خروجی میتونم ایجاد بکنم برای محصول خودم. نمیگم اصلا تولید محتوا، هیچ،
اونو میتونی ازش ایده بگیری. و مهمترین چیز اینه که آقا تو بعد از اینکه ابزار رو یاد گرفتی چجوری یاد بگیری از این ابزارت استفاده درست و هوشمند بکنی. الان دنیایی که میگم راحت و سریع میتونی یه ابزار رو یاد بگیری، نه یه ابزار، 20 تا ابزار. AI دیگه به جای اینکه زمان بذاری بری فتوشاپ و پریمیر رو یاد بگیری 3-4 تا سایت بلدی، تمام این کارا رو در کسری از ثانیه میتونی همزمان هندل بکنی. اما کجا از کدوم استفاده بکنی هنرته، کجا چی رو با چی ترکیب بکنی خروجی که میخوای رو ایجاد بکنی هنرته. اینا رو برو دنبال بکن. منابعی رو ببین که اومده با ترکیب کردن چند تا ابزار مختلف یه خروجی متفاوت ایجاد کرده. اون تو انیمیشن بوده، تو بیا عوضش بکن تو چیزی که میخوای استفاده بکن. اما این رو میدونی که آقا از این ابزاری که من بلدم، این پارامترایی که میتونم اجرا بکنم رو کجا چجوری به خرجش بدم، نه ایده سوخت بشه نه هنرم حیف بشه و منو به عنوان شخص اول اون مجموعه بشناسن، منو سردمدار فلان تکنیک میشناسن. چرا؟ چون بلدم از این تکنیک‌ها یه جوری استفاده بکنم، جوری محتوا به خوردت بدم که ندونی از کجا این ویدیو رفته تو ذهن و جونت نشسته. جود. من همیشه به رفقایی که باشون کار میکنم میگم مهمتر از ابزاری که بلدی طرز استفاده از اون ابزاره. چون ممکنه من 30 تا ابزار بلد باشم نتونم ازش استفاده کنم، ولی تو 2 تا ابزار بلدی، یه جوری بلدی از اینا کار بکشی که من میمونم این کارا رو میشه کرد، دهن تو سرویس میشود کرد. و اینجاست که اون لحظه ایه که تو متمایز میشی نسبت به بقیه. هر جا دیدی هر کی داره یه کاری انجام میده فاصله بگیر، تو اون کارو اتفاقا انجام نده. یا میخوای انجام بدی به این نتیجه رسیدی که آقا این ایده جوابی الان ترنده و میگیره، تو اون ایده رو ببین چی کارش بکنی بهتر بشود، میتونی ویو بیشتری بگیری، متفاوت‌تر و خلاقانه‌تر کار بکنی. واسه همینه یهو مخصوصا اینستا رو وا می‌کنی همه چیز عین هم، همه چیز مشابه هم و اتفاقا این کارهاش متوجه میشن که این ویدیو مال کدوم ابزار و کدوم سایته. این کار هم نباشی پدر و مادر خودت ویدیو رو دیده 2 تا عین همین میبینه، بعد که میبینه همه تو همین دسته‌بندی و شکل و ظاهر و کوالیتی میگه خب پس همه اینا انگار از یه سایته، انگار همه اینا رو یه نفر داره میزنه، خب دیگه چه ارزشی من بیام تو رو دنبال بکنم؟ ولی تو بلدی با همین ابزار یه خروجی رو ایجاد بکنی که نری تو این دسته بیا این بغل بگم ببین این داره استفاده متفاوت‌تری میکنه. برای همین بعد از اینکه منابع رو دنبال کردی ایده های خفن رو بهش رسیدی، حالا بیا ببین من چجوری میتونم این ایده رو جوری پیاده بکنم که شاید برای بقیه سخت بشه. من میتونم کوالیتی رو تو انیمیشن پیاده بکنم که متفاوت تر از بقیه پیجایی که داریم میبینیم. شاید کارهای دیگر رو یکی بتونه یه پیج بزنه همه رو بتونه بذاره تو پیج خودش و بگه این کارهای منه و کسی هم شک نکنه، ولی کاری که من میزنم اون نمیتونه بذاره تو اون پیج چون جنس و کوالیتیش متفاوته. اینجا میزنه کارت بیرون، میگن او این از بقیه متفاوت‌تره، این چی بود؟ این هم همون موزیک ویدیو انیمیشنه ولی یه فرقی داره، این اون سایته نیست، این جنس تصویر اونا نیست، این یه کاری داره میکنه. واسه همین یه جا همیشه واسه خودت خالی کن که بقیه بگن نه این داره یه کاری میکنه، این فوتش کجاست، این تکنیک رو کجا داره انجام میده. بذار پس از ذهن مردم این بیاد تو ذهنشون، در صورتی که تو از یه ابزاری داری استفاده میکنی که ریخته هم میدونن چیه، ازت هم بپرسن تو بهشون میگی، ولی میگن آقا ما چرا این کوالیتی رو نمیتونیم در بیاریم، آقا ما چرا این خروجی رو نمیتونیم ایجاد بکنیم. چرا؟ چون با 2 تا ابزار دیگه ترفیقش کردی، خروجی رو ایجاد کردی که اون به ذهنش نمیرسی، تمام تو کار خودتو کردی. پس مهمترین چیز واسه اینکه تو بخوای متفاوت کار بکنی اینه. بازم میخوام بهتون بگم هر ویدیو باید تکرار بکنم، نه اصول و قواعد دارم بهتون یاد میدم، نه پایه و اساس و مکتوبات و نمیدونم ایناست، نه اینا همه تجربیات شخصی خودمه که توی این سالها بهش رسیدم و دارم بهتون میگم. الگوریتمی نیست که کپی پیست بکنی و نتیجه بگیری، خیر. ولی میدونم که چیزی که بهش رسیدم رو میتونین ازش استفاده بکنید، حتی انقدرش برای من کافیه. چون دوست دارم کارهایی رو ببینم که متفاوتن، جذابن، حرف واسه گفتن دارن و من اصلا هدفم از هر ویدیویی که میسازم اینه که اولا تعارف که نداریم برند خودم دیده بشه، کار خودم دیده بشه، بعد از اون حرفایی که دارم میزنم، نکتهایی که دارم میگم، یک کامیونیتی، یک جامعه‌ای، یه سری رفیق، یه سری کاربلد پیدا بکنم که بدونم اینا تو این حوزه ها متخصص و حرفه‌ای ان، حالا میتونیم با هم دیگه کارهای بزرگتر انجام بدیم تا اینکه ما بخوام تو همین استودیو خودمون فقط یه سری کارهایی رو انجام بدیم که خب داریم انجام میدیم و
ایده های بزرگتری تو ذهنمون هست ولی دنبال آدمشیم. هدفو میگن رسالت، فکر میکنم شرق به غرب. رسالت من اینه. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. حتما کامنت بذارید، نظرتون رو در این مورد بهم بگین و بگین که شما چی کار میکنین که یه کار رو بخواین خلاقانه و متفاوت انجام بدین، چیزی که همه جا ریخته ولی تو متفاوت انجامش میدی. شاید تکنیکی باشه که من ازش بخوام استفاده بکنم و بقیه رفقامون ازش یاد بگیرن. دمتون گرم که همراهین و اینقدر با عشقید. ارادت. فوکوسی یادم رفت بگم ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب بکنید و بفرستید واسه اون کسی که فکر میکنید یا داره زیادی کپی میکنه یا مونده که چیکار بکنه متفاوت و خلاقانه دیده بشه و صداش بکنن. دمتون گرم.